My fellow Americans, on Saturday, جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 1 آگوست درباره نتیجه های عملیات روز یکشنبه خبر داد و گفت که در شهر کابل رهبر گروه القاعده ایمن الظواهری کشته شد. به اطلاع مقامات اکتشافی آمریکایی، رهبر گروهی که سال 2001 به آمریکا حمله مدهش و پرقربانی تشکیل کرده است، با استفاده از درون یا هواپیمای بی سرنشین هدفمندانه و بدون آسیب به اعضای عائله‌اش کشته شد. ظواهری که زاده مصر و 71 ساله بود، بعدی در سال 2011 در پاکستان کشته شدن اسامه بن لادن، مؤسس القاعده، رهبری این سازمان تروریستی را بر عهده گرفت. کشتار ظواهری ضربه سنگینی به این تشکل است، گفت پرزیدنت جو بایدن. به قول او عدالت برقرار شد و این رهبری تروریست دیگر وجود ندارد. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن گفت در شرایطی که طالبان خواهش یا امکان اجرای عهده‌داری‌های بین المللی را ندارند، ایالات متحده آمریکا از راه دفاع از حقوق بخصوص زنان و دختران کمک رسانی به مردم افغانستان را ادامه خواهد داد. کشتار ظواهری واکنش‌های بین المللی را به بار آورد. وزارت کارهای خارجه عربستان سعودی گفت که ظواهری رهبر تروریسم ارزیابی میشد و در اندیشه تشکیل عملیات تروریستی در ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی بود. نخست وزیر کانادا جاستین تریودو در توییتر نوشت که کشتار ظواهری یک قدم به سوی ایجاد جهانی امن‌تر می باشد. در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، حمله بی سرنشین به یک منزل در شهر کابل را تصدیق کرد، ولی گفت در آن کسی اقامت نداشت. او در خبرنامه این حمله را محکوم و عملکرد امریکا را نقض قاعده های بین المللی دانسته است. سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما هم توسط توییتر از این خبر استقبال کرد و گفت که خبری اخیر ثابت کرد که مبارزه با ریشه های تروریسم حتی به آنکه در حالت جنگ در افغانستان قرار داشته باشند امکان پذیر است. اوباما گفت قتل ظواهری می تواند یک کمی دل نزدیکان قربانیان القاعده را تسکین بخشد.